5 ساله بودم که پدرم مرحوم شد. پدر من روحانی بود. وقتی مرحوم شد درآمد اونچنان نداشت که بخواد مثلا بعد از خودش زندگی نداره بشه. زندگی من تا 2-3 سال اول طلبگی خب وضعیت اقتصادی خیلی پایینی داشتیم. برنج 1 کیلویی من اصلا یادم نمیاد. یا مثلا یه دفعه رفته باشم مثلا نیم کیلو گوشت خریده باشم، من یادم نمیاد. کار میکردم، میومدم توی بازار بساط پهن میکردم. 2-3 تا مغازه بود داشت کار میکردم. یه جای جانماز میفروختن، منم مثلا عنوانی که مادرم میگذاشت اونجا که برم کار کنم. من فرق رو نشنیدم. من قابل نداشتم که شما محبت بکنید. زحمت شما قابل تقدیر و تشکر است. تحصیل حضرت آقا رو میکشید. من که طلبه هستم، کسی نیستم. خیلی ممنون از زحمت شما، متشکرم. کار هنرمندانه شما قابل تقدیر است. سپاسگزارم.